سلام رفقا، بالاخره ما فرصت کردیم که یه ویدیوی آموزشی برای شما درست کنیم. البته ما که منظورم خودم و من عذرخواهی میکنم اگر ویدیوهای آموزشی میذاره کم شده و اینا. درگیر کار رستوران اینا که هستم میذاره زمان کم میگیرم، ولی من یه قولی تعطیل ما رو به شما داده بودم که الان من میخوام شروع کنم آشپزی کردن این غذا و کلا با ترفنده و همه اصول تعجین مرغ میخوام به شما آموزش بدم و با هم آشپزی کنیم. بریم تو کار یه تعجین خیلی جذاب و خوشمزه. اگر دوست دارید، اگر از این کلیپم خوشتون اومد، لطفا سیو کنید، برای دوستاتون هم بفرستید. اگر تعجینتون به قابلمه میچسبه جدا نمیشه و این سری ترفنده من سعی میکنم توی این کلیپ آموزشاشو بذارم به شما نشون بدم که چجوری تعجین خیلی جذاب و خوشمزه رو میتونید داشته باشید. لطفا حمایت کنید، اگر قول بدید حمایت کنید منم سعی میکنم بیشتر زمان بذارم. یه دونه مرغ شکمپر هم به شما آموزش میدم. این رسیپی رو خیلی دوست دارم، واقعا معرکه است، خیلی خوشمزه است. سعی میکنم بعد از این کلیپ من اون مرغ شکمپرم برای شما کلیپش رو پر کنم. بریم تو کارش. خب بریم اول پیازا رو تفت بدیم. 2 دقیقه 3 دقیقه ما اینا رو تفت میدیم، فقط پیازمون سبک بشه، نمیخوایم قرمز بشه. تفتشون که دادیم سبک شد پیازمون، ادویه‌ها رو بهش اضافه میکنیم، اونا رو هم 1-2 دقیقه تفت میدیم رنگ پس بدن. رو گوجمون رو اضافه میکنیم بهش و رو گوجه رو خوب تفت میدیم تا اون بوی خامیش از بین بره و رنگ پس بده به پیازمون، 1 دست بشه. بعد مرغامون رو اضافه میکنیم با احتیاط، اینا رو با هم قاطی میکنیم تا 1 دست بشه، طعم بگیره. وای نفسم گرفت. این چیز دیگه 1 دست که شد اینا. بعد بریم برای سراغ سس تعجینمون. ماست چکیده دارم، سس مایونز دارم، حالا اندازه‌شون بهتون میگم. من خیلی باید سری حرف بزنم، ویدیو سرعتش بالاست. 3 تا تخم مرغ اضافه میکنم، 1 قاشق غذاخوری زعفران، 3/4 لیوان روغن اضافه میکنم و اینو با همزن دستی خوب میکسش میکنم تا کاملا 1 دست بشه، نه خیلی رقیقه نه خیلی غلیظ، در حد ملایم. بعد اینو رو برنجی که من پختم و دون برداشتم تا جایی که سس کاملا به همه جای برنج بره من اضافه میکنم سسو. اگر سستون زیاد بود 1 کمش اضافه مون اشکال نداره. و زرشکمون رو آماده میکنیم توی روغن داغ، میریزیم 1 قاشق چای خوری ببخشید. شکر اضافه میکنیم، کمی زعفران، اینو یه کوچولو تفتش میدیم، 1 دقیقه برش میداریم، تموم میشه. دیواره قابلمه‌مون رو چرب میکنیم، نصف اون برنجی که با سس قاطی کردم و میریزم توی قابلمه. فکر کنم اینجا دیگه میتونم راحت حرف بزنم. با کفگیر قشنگ میکوبیم برنجمون رو تا خوب کوبیده بشه و اون دیواره های قابلمه رو ما قشنگ حالت حفره مانند میشه. اون به سمت دیواره ها برنج کمی بالاتر تا مرغمون به دیواره نچسبه بسوزه. همه مرغا رو من میریزم روی به این برنج و ببینید من نذاشتم به دیوارم بچسبه. اینجا سوتی دادم، خواستم برنج اول بریزم، الکی مثلا می‌خواستم زرشکو باش قاطی کنم. بعد بقیه برنجمون رو ما دوباره میریزیم روی برنج روی قابلمه و اینو کاملا میکوبیم خیلی خوب با کفگیر، با کف دستم نه، فقط با کفگیر. اینو قشنگ بکوبید و درشو بذارید 50 دقیقه تا 1 ساعت با دمای پایین میذاریم که دم بکشه. خیلی راحت خوشگل مثل یک کیک تولد قشنگ جدا شد. من با زرش که تزیینش کردم و چه شود به به. بفرمایید نوش جونتون. یکی بیا جلو منو بگیره.